مش بیانی مثال داریم. گفتیم اول گفتیم که صدای کاف میاد. یک مثال اگزمپل مثال. میتونی بگیری. منطقه بگیرم. در آغاز کلمات قبل از حروف این قرار نگرفته. چی شدی؟ صدای کاف بیان کردیم. باش چی میگی؟ ضربه زدن یا لگد زدن چیز؟ بعد باش قبل از حروف این قرار گرفت چی؟ صدا نمیده. یعنی سایلنت. باش چی؟ ارکا. قبل از حروف این قرار گرفته در آغاز کلمات نایف. نایف میبینید که که خودی که خوانده نمیشه. اینجوری سایلنت. نایف چاقو. مثال دوم بود باز در آغاز کلمات قرار گرفته که و قبل از حروف چی قرار گرفته؟ چی خوانده میشه؟ نی. چی معنا میده؟ زانو. و من الله توفیق. ما خالص شدیم. حسن جان استاد محترم این خواهرها مثلا از بخاری یه طرف این یک مدرسه اصول است. صنف یک صنف دو. که این سه اونجا دوشون اینی یک نماد. یک مدرسه صنف چهار صنف شش. باز یعنی یوش است دوره سر. و نوال مرکب از اینا خوش شده اما فعلا یاد به دوره سر میکنه. از دوره لسه فعلا استاد بازی چی شروع کرد؟ یک ریاضی میخونه یا یک دانه انگلیسی میخونه. یک دانه کیمیا دیگه مثلا فرق شروع کرد. ما خب یاد داریم کلی کشیده خب هم انگلیسیش یاد داریم هم ریاضیش یاد داریم هم کیمیاش یاد داریم. ولی یک شاگرد یک نده. یک شاگرد. اگه یاد دارید اگه استاد درس داره اگه نداره درس دیگه اینجا پس معلوم میشه که استاد یه درس نداره نوام بدیم آفرین یعنی نام خدا معلوم شد که هم درس خونده و هم استاد درس خونده هم شاگردان از وقت یه بخشش باشه ما هم شوخی تو فقط زرد تعریف یک سوال بسیار آسان بسم الله الرحمن الرحیم زرد در بعد ما نداره میکنه باید اصلاح کنه طریق زرد رو خدا همیشه قوی بود همیشه قوی هست بعد از این هم میره قوی خدا رو میکنه بچه این نفر صنف چندی؟ صنف آفنون چی بود؟ محمد امین خان بخون محمد امین خان این کیلو 3000 یا بیرون ازش از یک شخص یا دو شخص از خود همین مردم هستند که در خارج هستند نمی‌کنند که امریکا هستند استرالیا هستند هر جایی هستند آجاقای هستند که در از دنیا هستند و چه کارهایی هستند که او خلاصه قصه کرد یک نفر یا دو نفر فکر می‌کنم که یک نفر هستند با دو پسر خود همکاری کردند که اولا اگر پیشنهاد آمد اگر مردم خواهان برنامه بود از مردم خوش کنید و اگر نبود دیگر مردم داره میکنه هر جایی که باشه فرق نداره اینا از جمله در استاد دانش خلاصه تماس گرفتیم که اینی که قصه هست در قضیه هست آیا مردم علاقمندی داره نداره شب هست یا نیست اگر علاقمندی داره